جمهوری داغستان سفر کردیم. گویا همین خیلی نه؟ همین دور محمود خان میدونید چی؟ امروز در برابر نوجوانان ما، نوخانه‌داران ما این روزی نکار و این روزی فرخنده را باز یک نفرانی هستند که در انتظار بودند، آرزویش میکردند. البته آنها فرشته های روی زمین به حساب می‌روند. آنها قهرمان های زندگی ما فرزندان هستند. آنها نفرانی هستند که در هر مورد زندگی با دل پر و خاطر جمع تکیه میکنیم که نامشان در زندگی مادر است. امروز وقتی که درباره مادران سخن را آغاز میکنیم، در دو چشم جوانان، در دو چشم حاضرین یک شعله فروزان می شود. این شعله محبت، این شعله احترام، این شعله صداقت نسبت مادرجان‌های خود است. اکنون با اجازت نشستگان دعوت مادرجان‌ها را اجرا نماییم که برایشان بهترین سخن‌ها، بهترین تمنیات‌ها را برایشان گوییم، چون که آنها امروز ارزنده هستند. آدمی که در باشد با کمال ممنونیت مادر جانهای عزیز و عالی قدرمان را یک لحظه دعوت میکنیم در حقشان، نسبتشان و برایشان بهترین و گرانترین و جالبترین سخنها را ارزانی میداریم. مرحمت مادر جانهای عزیز، آجانهای نورانی، چون که زحمت شما، تلاش شما، مهنت شما خیلی و خیلی نظررس است. امروز این لحظه، این ساعت میباید که ما یک بار شما را تکلیف کنیم و در حق شما سخن کنیم.